شما چه حسی دارین؟ واقعا سوالای چالشی میپرسی. 12 سال همسایه دیوار به دیوار بودیم. انصافا رفیقه. زمانی بودش که دیگه باید این اتفاق میفته. 25 26 من 27 28 29 سالم. حدود 90 زوج از دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام امروز وارد مرحله جدیدی از زندگیشون میشن. هوافضا، کارشناسی ارشد، هوش مصنوعی، کارشناسی ارشد حسابداری میخونم، رشته مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک همین دانشگاه امام حسین، رشته مدیریت راهبردی فرهنگ، مهندسی شیمی دانشگاه جامعه امام حسین. با بقیه دانشگاه یه ذره تفاوت داره. اینجا همه چی با جدیت داره دنبال میشه. بیشتر پروژه های کلان کشور اینجا تقسیم بندی میشه بین دانشجوها. محیط دانشگاه خیلی تاثیر داشت. فضای درسی و خود فضای داخل دانشگاه چیز همدلی و کار تیمی توش وجود داره. قبل عاشق شدن اعتماد داشتم بهش. یه چیزی رو بخواد به دستش میاره. من اینو توی وجودش دیدم و بهش بله گفت. اعتقاداتشون، اخلاقشون، تلاشش، مردونگیش و ایمانش. خیلی ایشون صبورن و خیلی هم مهربونن. خاطر شغلی که واقعا دارم علاقه خاصی به نظام دارم. سپاهی بودن، سپاه رو بخواید توصیف کنید ویژگی شاخصش ولایی بودن، روحیه جهادی، روحیه کار تیمی و انقلابی. لباس پاسداری باعث افتخاره. ما از بچگی تلاش کردیم و آرزو داشتیم که این لباس به تنمون باشه. اون سبک خاکی بودن و ولایی بودن توشون خیلی پررنگه. انقلابیگری و مؤمن بودن پاسدارا چیزیه که از همه به نظرم سرآمد تره. شاید یک خلوص نیتی باشه در خدمت بین این بزرگواران که شاید تو جای دیگه تو دیگر ارگان ها حداقل اگر باشه به این شدت و حدت نیست. همون سادگی، معنویت، ارزم خاکی بودن. یه لباس مقدسیه که نصیب هر کسی نمیشه. نصیب کسی هم که میشه خیر این دنیا و آخرت رو میبره. ما که هنوز کامل نپوشیدیم، ان شاءالله قسمت بشه که بپوشیم. آرزوم اینه که تا آخرین قطره خونم در خدمت مردم عزیزم و رهبر عزیز انقلاب باشم. ما که رفتیم، ما رو دید اومد اینجا بگه بله فلانی اینجا بود ما هم اومدیم. یعنی اینقدر تاثیرگذار باشیم اینه که بتونم درست خدمت کنم دیگه. سالم باشم. الگوی من یه چیز خصوصیه. از 90% شاید 100% از دانشجوهای دانشگاه امام حسین بپرسی میگن آقای دکتر حسنی آهنگش. انشالله که بتونن همونطور که حضرت امیرالمومنین با حضرت فاطمه زهرا که ایام سالگرد ازدواجشون هستیم، فرزندان صالحی رو که پیرو واقعی امیرالمومنین باشن به کشور تحویل بدن و انشالله سربازی آقای امام زمان رو بتونن تمدن نوین اسلامی رو شکل بدن و زمینه سازی ظهور باشه انشالله. ما هم تو شرایط سخت اقتصادی ازدواج کردیم. بسازیم با هم تفاهم داشته باشیم. امیدوارم که همشون خیلی زود برن سر کنن و زندگیشون خوشبخت باشن. این که اقدام کردم تو مسیر ازدواج قرار گرفتم، دیدم که برکات الهی نازل شد. سن پایین ازدواج کنن هر چه زودتر بهتره. دنبال زندگی باشن که خودشون بخوام بسازن. صبر داشته باشن، تلاش کنن برای زندگیشون. این احساس مسئولیت برای اون شکلگیری جامعه متمدن ساز کمک میکنه که زمینه یک در واقع تمدن نوین اسلامی رو انشالله این دوستان عزیز ما که همچنان که در عرصه‌های علمی، عرصه‌های مأموریت گرایی، عرصه‌های حل مسائل مختلف و اساسی کشور
تو اینجا انجام میشه تو این عرصه هم بتونن ان شاءالله به موفقیت برسن. قول میدم تابستون بریم سر خونه زندگیمون. قول میدم که همیشه خوشبختش کنم. همیشه عاشقت میمونم. قول میدم خوشبختش کنم. شرمنده‌شون نمیشم.